بلاگردان من باشی همیشه. جدا از تو دلم آرام نمیشه. تمام عمر من بندی نفس ها به قلب من زده عشق تو ریشه. گلم جانم عزیز آسمانی توی تنها امید زندگانی. خدا عمر مرا بخشد به جانت بگیره جان من تا تو بمانی. مادرم تو ببین گل من اشک چشم ترم. گوهرم غم و درد و دلت را به جان میخرم. مادرم تاج سرم. مادرم توی تنها پناه و توی یاورم. سرورم تو مهری اول و تو مهری آخرم. مادرم بالو پرم. وجودت مادرم عطر بهار است. دلم از عشق پاکت بیقرار است. نباشی تو شود تاریک و خاموش. همه خورشید و مهتاب و ستاره است. دلی تو همچو دریا بیکرانه. نوایی الله‌های عاشقانه شده کام من از یادی تو شیرین. قدمگاه بهشتی جاویدانه. قدمگاه بهشتی جاویدانه. مادرم تو ببین گلی من اشک چشم ترم. گوهرم غم و درد و دلت را به جان میخرم. مادرم تاج سرم. مادرم توی تنها پناه و توی یاورم. سرورم تو مهری اول و تو مهری آخرم. مادرم بالو پرم. سلام و درود. السلام علیکم تماشابین ها، بیننده های عزیز ما. امروز جمعیت تبریکاتی شهنان برای تبریک کردن با اقصای عزیز و عظیم آمدیم برای تبریک کردن جشن زادروزی اصیله خاله. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام بازار بایکه، از مسافرت از نام سنت لایکه، از نام جورا بگکه، سفر بایکه و از نام دخترشان صفی آیتی کلین پاشا ها تبریک میگوییم و لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما عزیزان با هم ببینیم. با ما باشید. السلام علیکم مادران عزیز، پدرها، مهمانان، خویش و تمام نزدیکان، همه شما را با امروز روز خرسندی جشن زادروزی اصیله خاله خوش آمدیدتان میگوییم. برای اصیله خاله یک قرصک میزنیم و نظامت تکلیف میکنیم. مرحبا. اصیله خاله بدیانیم ما با نزدیکتر. السلام علیکم. زادروز مبارک. پسرها شرمگینن، کلین پاشا ها بیایید یانشون با نزدیکتر. همه ما یانه شما میستیم. مرحبا. خوش خواهر آن نباشد. مرحبا.
اصلا خدا زاد روز مبارک. روز تولد را میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگویم. امروز اندام کی آمدیم شما تبریک کنید؟ سلام کلمنا صاحبی همون پسرها، صاحبی همون کلین خاندان کردگی انسان نامشان نخاطرتان برآمد. از نام پدر عزیزی خاندان تاج تیمور بابا شما را تبریک میگویم. از نام فرزندان عزیز، از نام بازار بایکه، از مسافرت از نام سنت لاکه، از نام جورا بگکه، سفر بایکه، از نام صفیایتی شما را صدقاً، از نام کلین پاشاها نبیره های شیرین تبریک میگویم. مادر عزیز، فرشته خاندان، مادری که تمام هستیشان را، تمام جوانیشان را برای کلان کردن ما فدا کردند. آنقدر زیبایی خود را برای ما وصف کردند. خدا را شکر میگویم صبحی سحر که این خیل پدر، این خیل مادر لایق من گشت. از خداوند کریم فقط میپرسم در هر نمازم که پدر مادرم در سر من دعاگوی و سایبان سر من باشند و تا آخر نفس زندگیم تاج سر طلایی من باشند. امروز همه فرزندان در بر شما هستند و تنها یک فرزند عزیز در مسافرت هستند. انا همون فرزند مسافری شما را بسیار یاد کردن، دوست می‌دارند. همه فرزندها شما را میگویم دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پور شود از بوی مادر، تمام روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. حاضر از لقالت ها در آمد همراهی فرزندان صحبت کردیم و پرسیدیم، گفتم چی گفته تعریف کنم و چی گفته تبریک گویم. گفتم چیزی که گوید برای مادرم به ارزد. چون گفتم ببینید مادرم بعد از سالی نو در زمستان زادروز دارند. ما همه جمع بودیم خورد در وقت کودکی در سر یک دسترخوان می نشستیم و یک جای جشن زادروزی مادر را جشن می گرفتیم. اینا ببینید که این چرخی فقط بود است، همه دور از آیله هستیم و آنها را یاد می کنیم و در سر ما همیشه سایبان باشند و هیچ وقت درد و غم زندگی را نبینند. برایشان رسانید باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم، مهری بیمانند او را سالها پرورده‌ام، مینهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. بار دیگر امروز زادروزتان مبارک باشد. میخواستیم پیش از همه از نام پدر عزیز برای شما یک گلدسته زیبا داریم، فرزندتان خودشان میسپارند، بر همه گلدسته تقدیم میکنیم. مبارک باشد. یک خرسک میزنیم برایشان. زادروز مبارک. امروز نشیده خدا فرزندان میگویند که خدا کند که خاندان ما بایم حج آشی شود. اینا بینید که ازبکستان عزیزمان چنین صاحب استقلال است که تمام در و دروازه های دنیا گشاده است. حاجی ها به زیارت عمره و به زیارت حج اکبر رفته ایستادند، برکت خدا را همراهی خود آورده ایستادند به وطن عزیزمان. خدا کند که مادرم پدرم چنین نامی بزرگ نصیب کند و حاجی بابا و حاجیانه شوند و ما برای آن همین آقای عظیم حج آشی ها کنیم. گفتند با یک نیت نیک و صمیمانه برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکش میکنیم. زادروز مبارک. مرحبا. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, bir cheksan yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam. البته اصلا خلا امروز از نام انمو فرزندان که با یک مهنت حلال با یک مشقت آنها را کلان کرده، حلال خیرات حلال پوشانده، برای شما گوشوارهای طلا تیار کردند. از نام تمام فرزندها کیلینها یک جای قبول کنید. زادروز مبارک. بر همه دختر نازنین برایتان تقدیم می‌کنم. بر همه
مبارک باشد. بار دیگر زادروز رو مبارکباد میگویم. مبارک باشد. Har bir istagining chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, bir cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagining chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, bir cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tilmagan bedorim, bu shoh jonim. Asila xola, hozir hamrohi bozorboyaka suhbat kardیم. اینجا من کم میدونم از من برای مادرم رسانید که همه فرزند بهترین است و اولین فرزند برای پدر مادر دوست است، مصلحتچی است. یک کاری که سر میکنند همراهی آنها یک جا مصلحت میکنند. من میفخرم که فرزند کلان خاندان هستم، از بودنشان فخر میکنم. تا دنیا باشند و هیچ وقت خسته شدگیشان نبینم و برایشان گوید که زندگی را دوست دارم. از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگهدار مادرم، من ببینم درد و غم لک نبیند مادرم. هیچ وقت درد و غم زندگی را نبیند و از پشتی فرزندان فقط روز روشنایی ها دیده گردید. اکنون باشد یک شیرینی داریم. بزرگوارانه گذارید یا شما نزدیکتر یک جای هم ما شیرینی رو میبریم و از آن تناول میکنیم. مرحمت، یک جای شیرینی رو میبریم. زادروز مبارک باشد. Льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. یعنی همه ما یک جای نماز رو میکنیم.
است که روزی خورسندی است سخنهای تبریکاتی را میشنویم از نام تمام برادران برای اکاها خواهر مهربان میشود. صفیه بانو میخواهند از نام اکاها و خودشان مادر عزیز را تبریک گویند. مرحبا. ایا مادر لبت در خنده باشد، گلی رویت ماهی تابنده باشد، برای زحمت بر ما کشیدی بر پایت صد نیهم ارزنده باشد. زادروزتان مبارک مادر جان. رحمت از دانکش هم مغزه شیرین میگوید نسیل خاله نبیره را مدینه بانو ملیکه بانو و داوود بیک کنیت تبریک کنند. مرحبا. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kunda yig'ilgan barcha mehmonlarga bugun bu jonimda tug'ilgan kuni bo'lib o'tmoqda. Bu jon avvalo o'zim nomimdan, keyin oilam nomidan sizni tabriklayman. Yuz gahring farzandlaringiz bizni boshimizga sog' omon bo'ling. Yana bir bor tabrik. Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Denrajidin buyumda tu pishtagiyotonda rahmat megum. Avvalo az nomi xudum, az nomi oilam buyuma tabrik mekunam 100 sola shavan. وقتی که در این زادروز اشتراک کرده نمیتونن برای در مسافرت میباشد. من از نام اکرام تاغم، همسرشان خالده ینگم، پسرهایشان جانی بگکم، شادمانکم با اکرام تاغم، آدینه تاغم و دیگرها تبریک میکنم. با مرجان خالم اگر در همینجا میبودم خونه گرده نقص میدیدم خونه تبریک میکردم. همه زور نقص میبینم اما هم زور رحمت خواهران کدامشان کلانی و یک تیت تبریک کنیم. مرحبا. تبریک میکنیم خیلی 100 ساله شوی کتی او کویکم پیر شوی هر یک حضوری همه فرزنده کویت دیده پیر شوی پیری 100 ساله شوی بعد دیوای پیر شوی اون قدر سوام پیر شدم دادروستان مبارک شود. الهیم 100 تا درایی بعد پیر شوی حضوری حلاوت همه 5 فرزنده کتون بینی آیش تا دختره کن او همه پسره کن حضوری حلاوت بینی او کویکم کتی خوشیت پیر شوی. خواهری جان الهیم 100 ساله شوی بعد از آن استه پیر شوی. همسرت کتی در سری همه فرزندای نبیره ها الهیم صحب و سلامت باش. رحمت تنگجان تبریک میکنم شما امتون برات شود تجاد لایق کنه تو الهیم بزرگای فرزنده تو بگیره. رحمت کریم پاشا ها کلانی. مرحبا. تبریک همه وقت یکم اچیرات در سری ما صحت سلامت باشه. خیلی مهمانو خوش آمده. اولا السلام علیکم مهمانان خوش آمده. ینگه جان تبریک الهیم 100 ساله شوی. همه وقت در سر ما مسئولیت گوی شده همه خیلی خوشا تا با یکم کسی خوشا پیر شوی با یک بار دیگه سلامتی 100 ساله شوی. تبریک خوش آمده مهمانان خوش مواب خوش آمده. السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده. درجه بی جان الهیم همه وقت سری مدت سر بلند باشه. از نام آیلم ما رو تبریک میکنم.
ассалому алайкум меҳмонони азиз. имрӯз бибим зодрӯз дорад. ман бибимро ба зодрӯзашон табрик мекунам. илоҳо согъу саломат бошад. дар вақти мо илоҳо согъу саломат гардад. Rahmat. Farangiz. Bia. جان 100 ساله شوه. کدی بابام پیر شوه. خودم Rahmat. Asila xola xudo kunad ki dar 120 سالگیتان الان خیلی همه از صف کم نشده بیاییم و شما را تبریک کرده اناخی حضر و شرقیدا کنیم و باز خورسندی مبارک شود گفتن برای ما نصیب کنند. اکنون باشد سرودی شیخ میمانیم یک جای همه را برعکس تکلیف میکنیم. زاد و روزتان مبارک باشد. بر همه سرودها برای شمایان.
بیننده های عزیز، امروز ما اسیلا خاله را در روز خورسندی در روز جشن زادروزشان تبریک کرده لحظه های پر از خورسندی رو همراه شما عزیزان با هم دیدیم. با ما باشید و خود را احتیاط کنید. در پناه خداوند دیده و دیدار برسید.